داخل قبر یکی از عذاب‌های گور همین است. چی؟ کسانی که خبر میبرند و خبر میارند. سوم فرمودن والمنفق سلعت بالحلف کاذبی. سوم کسی که فروشنده هست، یک چیز رو میفروشد، در فروختن بسیار قسم‌های دروغ میخورد. میگه قسم به خدا همه خریدمش، در حالتی که هم نخریده استش. برای این خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن که من قسم میخورم، گفتن پیغمبر خدا که اکثر تاجران منافقند. برای چی؟ برای که بسیار قسم دروغ میخورند. نان بزنم، نان کورم کنم، این ترم کورم کنم، چال کتاب بزنم، این ترم کنم و ترم کنم. فهمیدید؟ با قسم دروغ اند همون چیزشون از دست برود، گفتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم.